اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شنوندگان عزیز، باز در روز جمعه مبارک با هم در برنامه آستانه هستیم. امروز با هم درباره موضوع صحبت میکنیم که خیلی ها این موضوع را یک پهلو نگاه میکنند. آن هم موضوع عفو و بخشش و چی نفران یا کیها را ما نباید بخشیم و لایق بخشیده شدن و گذشت ندارند. پیش از همه عزیزان، وقتی که به نصوص شریعت نگاه میکنیم و به اکثریت اشعار و اخلاقهای حتی خود شاعران فارس زبان نگاه میکنیم، اساساً مردم را به حلم، بخشیدن، از همدیگر گذشت کردن، از حق خود گذشت کردن دعوت میکند و آیت های قرآن کریمی که برای بخشیدن مایان را ترغیب میکند خیلی زیاد است و حتی از صفت نفران متقین یعنی تقواداران و پرهیزگاران این بخشیدن و گذشت کردن از دیگران می باشد. الله در سوره عمران میگوید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنین. پروردگار میگوید بشتابید به مغفرت پروردگارتون و جنتی که پهناوری آن به اندازه آسمان ها و زمین است و این جنت و مغفرت پروردگار برای نفران تقوادار آماده شده است. و کیستن آن نفران تقوادار؟ الله بیان کرده میگوید آنهایی که ینفقون فی السراء و الضراء. تقواداران نفرانی هستند که انفاق میکنن، صدقه و خیر میکنن، هم در حالتهایی که آنها در مشکلی هستند، هم در حالتهای فراوانی. چی تنگ دست باشند، چی فراغ دست باشند، فقیر باشند، ثروتمند باشند، فرق نمیکنند. آنها همیشه به شرایط خود نگاه کرده کمک خود را از دیگران دریغ نمیدارند و اینچنین در دوامش میگوید و از صفت تقواداران کاظمین الغیظ، غضب خود را فرو میبرند. خود را در وقت غضب شدت گرفتن و جای را ویران کردن، کسی را تماما نابودش کردن، نه، غضب خود را به کنترل خود میگیرند و فرو میبرند. والعافین عن الناس، و از مردم گذشت میکنند، در حالی که میتوانند کسی به آنها کرد آنها هم قصاص گیرند، در حالی که میتوانند آنهایی که بدی کرد بدی کنند لیکن از آنها گذشت میکنند. انا اینها نفرانی هستند که محسنین هستند و پروردگار الله یحب المحسنین، محسنین را خیلی دوست می‌دارد. و درباره بخشیدن دیگران احادیث پیامبر هم خیلی زیاد است. مثلا در یکی از حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هرگز کم نمی شود هر کسی که دیگران را ببخشد و هر وقتی که کسی را شما بخشیدید بدانید که عزت شما با این زیاد می شود. و آیت دیگر هم هست خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و درباره اینجا اعرض عن الجاهلین خذ العفو نگاه کنید، تو ببخش دیگران را، آنچه که معروف است به آن مردم را دعوت کن، با نفران احمق و جاهل هرگز روبرو نشو. و این احادیث و آیت ها را گرفته خیلی زیاد مردم گمان میکنند که همیشه باید بخشیم و بخشیدن اولویت می باشد و همیشه راهی عفو و بخشش و گذشت کردن از دیگران این اولین قدم ما در مراسا و معامله با مردم باشد. ولی نگفتن نمانیم که عزیزان گاهی می شود که بعضی نفران را می بخشیم، از آنها گذشت میکنیم، آنها زیادتر طغیان میکنند. آنها از بخشیدن ما، از گذشت ما، از حلم ما سوء استفاده میکنند و برعکس بالای ما یا بالای دیگران ظلم خود را زیادتر میکنند. برای همین بجز اینکه
نظر کنیم به آیات‌هایی که دعوت میکند به بخشیدن دیگران و گذشت کردن دیگران. به آیات‌های هم باید نگاه کنیم که پروردگار در آنجا میگوید قصاص گرفتن حق است و شما میتوانید کسی که به شما زیان رسانید به او هم زیان رسانید. مثلا در سوره شورا میگوید و جزاء سیئة سیئة مثلها، و سزای بدی هست مثل خودش. وقتی بدی کرد، خیلی به تو ضرر رسانید، خیلی آبروی تو را برد، یا اینکه ضرر مادی رسانید، معنوی رسانید، هر ضرری رسانید، تو هم حق داری به او ضرر رسان. لیکن در دوامش هم میگوید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اما هر کسی که به او ظلم و بدی کرد او را بخشد و این بخشیدن او سبب اصلاح او شود، انا این گونه انسان ها اجرشان به پروردگار است. و عزیزان اگر به همین آیت دقت کنیم، الله میگوید فمن عفا و اصلح. اینجا اصلاح آمد، پس هدف از بخشیدن دیگران، عذر دیگران را قبول کردن، این اصلاح آنها می باشد. اگر یک نفر را بخششش را قبول کردید، چندین بار خطا کرد، چندین بار خیلی در حق شما ستم کرد و او را بخشیدید، اما بخشش شما به او تأثیر نرسانید، برعکس او شیر شد، زیادتر تأثیر رسانیدنی شد، ببخشید ضرر رسانیدنی شد، در این وقت این گونه بخشش ها ببخشید احمقی است که ذلت را برای خود قبول کردن می باشد. یعنی یک ظالم را با بخشش خود و عفو خود کمک می کنیم که ظلمش زیادتر شود. برای همین هم شاعر میگویند اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب موجب طغیان آتش است. گاهی می شود که در پیش ستمگر، اونی که به تو ظلم ستم کرد، خودت را ناتوان گرفته بخشش میپرسی، اما این ابلهی است، این یک احمقی است که تو برعکس به او کمک کرده ایستاده ای تا اینکه او زیاد این نمود ستمش را بردوام کند. و در این باره بعضی از علما هم میگویند بدانید که هرگز مؤمن نباید خودش را نزد کسی ذلیل نشان دهد. معنای ذلیل بیچاره، نفری که از دستش چیزی نمی آید. البته که بخشش این بزرگواری هست، یک نفر را وقتی خطا کرد بخشیدید، اما به شرط آن که شما هم می توانید به او ضرر رسانید اما او را بخشیدید. مثلا یک نفر مرا تهمت کرد، من هم می توانم او را تهمت کنم. یک نفر درباره آبروی یک نفر را برد، او هم می تواند آبروی او را ببرد. یک نفر کسی را دشنام کرد، او هم می تواند دشنام کند، یا هر ضرری رسانید در مقابلش ضرر رسانیده می تواند. اما وقتی می بیند که آن نفر از ضرر رسانیدگی خود خیلی پشیمان است، این نفر می گوید من بخشیدم، از حقم گذشت کردم، تو ستم کردی و من از جمله ستمگاران نمیگردم. انا این بزرگواری هست، چون انسان در اینجا میتواند به کسی ضرر رساند اما از حقش گذشت میکند. لیکن در حالی که یک نفر رو من بخشیدم گفتید و اون نفر این بخشیدن ما رو ضعیفی ما قبول کرد، ناتوانی ما قبول کرد، برعکس پیشتر دشنام میکرد، از این هم زیاد دشنام کننده شد، پیشتر در همه جا آبروی ما رو میبرد، از این هم به هر راهی ضرر میرسانید، ضررش زیاد شد. انا این ذلت میباشد، این خواری میباشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خذوا علی ایدی سفهائکم، شما پیش راه سفیها، نفرانی که به دیگران از جهل خود به عقلی خود ضرر میرسانند، پیش راه آنها را گیرید، آنها را به حالشان نمانید که آنها به دیگران ضررشان را رسانیدن گیرند. و برای اون که در جامعه سبب بخشش و عفو ما سبب سوء استفاده نفران ظالم، نفران جاهل و ستمگر نگردد، در شریعت قصاص وجود دارد. و حتی درباره قصاص پروردگار میگوید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بدانید که در قصاص گرفتن برای شما حیات است، زندگی شما در قصاص است، تا اینکه یک نفری که ستم کرد به او هم ستم کنید، یک نفری که چشم کسی رو زد و کور کرد
و در این کارش پشیمانم نیست، عمدن هم کرد چشم او هم کور شود تا اینکه دیگران از این بترسند و دیگران از پی او نشوند. و همین مسئله عزیزان، مسئله که ما از حد زیاد، البته نه همه، البته اینجا گروه هم هستند که درباره اعتذار دیگران را قبول کردن عموما متکبر هستند و به آیت هایی که درباره اعتذار است گویا که نشونیده اند و سخنان بزرگان را درباره اعتذار و اینکه اخلاق انسانیت، قوت انسانیت یا اینکه بزرگواران با بخشیدن دیگران بزرگ میشوند از این خبر ندارند که کسی را نمیبخشند. یک نفر در حیاتش به آنها اشتباه کرد، خطاگی کرد، آیا دانسته کرد ندانسته کرد و اگر 100 بار و 1000 بار بخشش پرسد هم میگویند من بخشش تو رو قبول ندارم، من تا قیامت آن را میبرم. و این نمود کینه گرفتن، البته خود کینه گرفتن در شریعت گناه هست و هر نفری که حتی در حدیث آمده است که برای مسلمان وقتی که یک مسلمان آمد و از تو اعتذار پرسید حتما باید اعتذار او را قبول کن و در بعضی حدیث آمده است اگر اعتذار برادر مسلمانت را قبول نکردی هرگز در نزد من در حوض کوثر نمیشوی. و گروه در این حالت خیلی تطاول کردگی هستند، یعنی اعتذار کسی را هم قبول نمیکنند. هر کس اشتباه کرد تمام با همین اشتباهش دیگر تا روز قیامت با کینه میروند. البته این هم تماما مسئله دیگر است که دربارش باید مفصل صحبت کنیم. اما مسئله سهلنگاری در اعتذار سبب می شود که ناحرمتی یا بی‌حرمتی از حد زیاد شود. برای همین هم گفته استادم که اینجا وقتی پروردگار درباره اصلاح گپ میزند و بخشیدن گپ میزند میگوید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله و در دوامش و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. هر کسی که به او کسی ظلم کرد و با این کسی که به او ظلم کرد او انتصار یافت، یعنی ظلم نفر دیگر به ظلم کرد و غالب آمد، بداند که اینجا هرگز گناهکار نمی شود. وقتی به شما کسی ظلم کرد شما هم می توانید به او ظلم کنید، اما حالتها از حالتها فرق می کند. چه خیلی که گفتیم گاهی می شود که یک نفر در عصیان خود بردوام است و او از بخشش دیگران، از اینکه دیگران از او قصاص نمیگیرند یا اینکه دیگران خطاگی های او را هرگز جواب نمیگردانند عادت کرده است و با همین سوء استفاده ظلم او زیاد شدن میگیرد. و این مسئله در خود حیات اجتماعی و عائلوی هم خیلی زیاد می شود. مثلا خیلی تعجب آور می شوم از اینکه زیاد با خواهرها سوال جواب میکنیم، بخشش که من زیاد درباره زنها مثال میبرم. بعضی خواهرها میگویند تمام عمرم مدت 30 سال که با شوهرم هستم تمام عمرم مرا لطکوب کرده است، تمام عمرم اگر ذره غضبش آمد پدری مرا، مادری مرا، خواهری مرا حتی دشنام میکند، سپس وقتی که غضبش فرود آمد من میروم و اعتذار میکنم، یعنی من میروم و بخشش میپرسم. از چرا شما بخشش میپرسید؟ حق شوهر بالاتر است و اینجا اگرچه حقارت کند هم الرجال قوامون علی النساء، بالای من حق دارد. و اینجا بخشش زیاد این ابلهی کامل است که یک نفر هم ظلم کند هم خطاگی کند هم او بخشش نپرسیده این نفری که مظلوم است رود و از او بخشش پرسد. البته احترام زن و شوهر در جایش هست و شوهر همیشه امر شوهر برای زن شوهر گردد پس از امر پروردگار می ایستد، لیکن گاهی می شود که نباید در ظلم در یک ستم شوهر به او کمک کرد و حتی اگر او ظالم باشد هم روید و از او اعتذار پرسید. و یا اینکه زنهای زیادی هم هستند که میگویند 100 بار خطا میکند و 100 بار اعتذار میپرسد، من هم او را میبخشم و زندگیم را دوام میدهم تا به جای رسیدم که از عرق نوشیش، بعضی و حتی از مواد مخدر استعمال کردنش خودم بیمار شدم، فرزندان بیمار شد، به بیماری روانی گرفتار شدم و از چیزهای دیگر. برعکس این هم بعضی از برادرها که خیلی نسبت زنها رحیم و مهربان هستند 1001 بار همسرشان یک خطاگی را آن را گشته و بگشته تکرار کند هم
و او اصلاح شدنی نیست، میگویند من بخشیدم و دوام میدهم، من بخشیدم و زندگی رو دوام میدهم، در حالی که بخشیدن شما زندگی خود رو دوام دادنتان اینجا مشکلی زیاده بالای پدر و مادر شما است اگر در یک جا باشد، و مشکلی زیاده برای خودتان و فرزندانتان هست که یک انسان هرگز اصلاح شدنی نیست و او را بخشیده و او ما باز شانس دیگر دهیم، شانس دیگر دهیم تا اینکه او دیگر از هوا پای دراز کند و گوید همیشه که خطا کردم معذرت من در نزد همگان قبول، و حتی گاهی شود که خطاگی خود را خطا حساب نکند. پس این رو هم باید خیلی خیلی به اهمیت گیریم که مسئله بخشیدن این مسئله نیست که همیشه در همه حالت باید بخشیده شود. مسئله بخشیدن هم حد و حدود خود را دارد، شروطهای خود را دارد. نفرانی که در خطاگی خود یک بار دو بار کرد چیزی نیست، اما بر دوام آن را کرد، از آن هم زیادتر کرد. هر بار که او را بخشیدید او باز قوت گرفت و جسارت کرد و خطاگی زیاد رو کرد. البته در این وقت به جای اون که یک نفر را بخشید و ثواب گیرید، اینجا کمک کردن به یک نفری ظالم می باشد. و یا اینکه نفرانی هم هستند که در حیاتشان از کسی اعتذار نمیپرسند، پرسیدنی هم نیستند، باز توقع هم دارند که آنها را دیگران ببخشند. انا این گونه انسان ها را برعکس نفران دیگر، یک نفر خطاگی کرد به ناموس دیگران رسید یا به دیگران ظلم کرد، باز خودش را مظلوم میگیرد، در یک کنج خودش را تنها میگذارد و مردم رفته از احوالش خبر میگیرند و از او میپرسند. و این در مسئله عائلوی هم میشود که زیادتر چون زنها عقل خود را مانده با مهر محبت خود قضاوت میکنند، زیاد نمیشود فرزند یک خطا را یک چند بار کرد، یعنی یک چند بار یک فرزند یک خطا رو کرد و به جای اون که او پشیمان شود و اعتذار پرسد، یا اینکه اعتذار هم پرسید اما که اعتذار دیگر برای او چیز زیاده از هر بار میکند، مادر دویده رفته او را به آغوش میگیرد، همراهش گریه میکند، دیگر وی فرزند شیر است که همیشه که من اگر خطایی کردم، اگر خودم را کمی به پشیمانی زدم، مادرم مرا میبخشد، دیگر کسی در خانه مرا عقاب نمیکند، تا اینکه یک فرزند ارکه کلان میشود و همیشه این عائله را به مشکلی ها دچار میکند. پس در مسئله بخشیدن یک نفر، البته که بخشیدن بزرگواری هست، اما در حالتی که یک نفر اشتباه رو کرد، در حقیقت او پشیمان است. شاید او معذرت نپرسید، غرورش اجازه نداد، اما از چهره یک نفر، علل خصوص نفرانی که صاحب فراست هستند، میفهمند که در چهره بعضی ها، حتی در چشمانشان، در لحن سخنشان، از آوازشان معلوم است که از این کار پشیمان هستند. بعضی ها حتی اعتذار پرسیده نمیتوانند و فقط سرشان خم است. در این وقت البته اعتذاری آنها را بخشیدن، از آنها گذشت کردن و گفتن که من دیگر خطاگی های تو را بخشیدم و فراموش کردم، دیگر از آن سخن نمی کنم. این بزرگواری است و این نفران به همین آیتی که پروردگار به آنها مژده می دهد که اینها از محسنین هستند و العافین عن الناس، به این گروه داخل می شوند. اما نفرانی که خطاگی کردن، شاید در زبانشون هم 100 بار اعتذار برآمد، اما چشمان آنها هرگز احساس پشیمانی نمی کند و پشیمانی را در چهره آنها دیده نمی شود و بار دوم هم همین خطاگی از آنها سر می زند. و این گونه انسان ها باید کمی شدیدن یا گفتیم با لحن تند معامله کرد تا که بدانند که خطاگی آنها را همیشه نمی توانیم ما تحمل کنیم و خطاگی هم حد و حدود دارد، بخشیدن و معذرت قبول کردن هم حد و حدود دارد. تا اندازه ای نیست که تمامی عمر تو خطا کنی و تمامی عمر من اینجا گذشتگی کنم و همیشه تو سبب شود و سوء استفاده از بخشش دیگران کنی. نه، حد و حدود دارد. این بار نمی بخشم، این بار مدتی با تو صحبت نمی کنم، یا این بار دیگر دوستی بین ما نیست. در بین دوست ها هم خیلی که گفتیم در بین زن و شوهر هم می شود و خیلی باید با آنها به این چیز اهمیت دهند، علل خصوص خواهرانی که میگویند مرا زیاد زیر شلاق قرار میدهد، زیاد دشنام میکند و باز معذرت خواهی میکند، باز همین کارش را دوام میکند. یکی از خواهران میگوید
همیشه خیلی به من ظلم میکند. هرگاهی که به خانه پدر و مادرم رفتم معذرت خواهی میکند و برمیگرداند. 1 ماه نشده دوام میدهد. تا زمانی که الکی من نه به زندگی خود مهر دارم، نه دیگر به آینده فرزندان، به خانه پدر و مادرم میروم، با یک معذرت خواهی برمیگردم. من هم عادت کردم معذرت خواهی را قبول کنم، این نفر هم عادت کرده است معذرت کنم. نه، معذرت خواهی تا این اندازه نباید بی‌قدر باشد و خود انسان هم تا این اندازه نباید حلیم باشد که هر خطاگی بر دوام ستم را ما بخشیدن گیریم و قوت به طرف ظالم دهیم. و در بین دوستان هم بعضی ها میگویند دوستی من همیشه به من یک مشکلی رو ایجاد میکند، یا به آبروی من، یا اینکه با یگان اعضای خانواده من، به هر حالت باشد یک ضررش همیشه در خانواده من هست. وقتی کمی به او اشاره کردم در حال بخشش میپرسد، میگوید دوستی رو دوام کنیم، نه نباید این گونه با من معامله کنیم، من دیگر این کار رو دوام میکنم، من این کار رو دیگر دوام نمی کنم. اما پس از مدت باز به همین حالتش می آید. البته که با این گونه دوستان هم نباید دوستی بر دوام و برقرار باشد. چگونه که گفتیم باید حد و حدود را داشته باشد و به او گفته شود که دیگر هرگز، مادامی که تو بخشش پرسیدن برای تو یک کلامی عادی است و هرگز پشیمانی تو بر دوام نیست و باز به خطاگیت برمیگردی، دیگر من با تو دوستی کرده نمیتوانم و کاملا رابطه ها بین ما دیگر کنده شد. سلام علیک در جایش است، چون قهرگی جایز نیست، اما مثل پیشتره با هم دوستی کرده نمیتوانیم و باید از این گونه انسان ها مردم خود را اعتزال کنند. معنای اعتزال این است که خود را باید از این گونه انسان ها دور کنیم، وگرنه ضرر اینها همیشه به مایان میرسد و بر دوام در عذاب زندگی کردن میگیریم. و این چونین عزیزان مسئله دیگر این است که خیلی که گفتیم گاهی می شود که اون طرف نه بخشش میپرسد، نه اون طرف پشیمان است و نه ما قصاص گرفته میتوانیم، برای آنکه ما ضعیف هستیم و این حالت ها در تاجیکستان ما خیلی زیاد است. نسبت عائله های عادی، نسبت برادرای مظلومی که بیگناه زندانی هستند، یا برادرایی که به هر جرم و تهمت دیگر زیر شکنجه قرار دارند، ظلم میبینند، هیچ کاری کرده نمیتوانند، از دستشون چیزی نمی آید. در این وقت یگانه کاری که میکنه چگونه ای که نوح وقتی بالایشان خیلی شکنجه شده بود، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، یگانه از دست ما دعا می آید و چیزی دیگر نه. وقتی که دیگر هیچ چاره نیست، در حقیقت انسان از دستش چیزی نمی آید، یگانه اینی مغلوب فانتصر گویان دعا میکند که پروردگار من دیگر مغلوب شدم، من دیگر هیچ از دستم کار نمی آید، تو به من کمک کن. ولیکن وقتی که از دست ما چیزی می آید، خیلی که گفتیم گاهی می شود که انسان در حقیقت برابر ظلم یک نفر ظلم کرده می تواند. از راه عیب ما رو پیدا کرد و رسوا کردنی هست، از راه دیگر شما هم 101 عیبش رو پیدا کرده می توانید و آن نفر در همین کار مستمر، یعنی بردوام است، او توبه کردنی نیست. البته که اینجا باید فجزاء سیئة سیئة مثلها، حتما به بعض بدی ها باید قصاص گرفته شود تا اینکه دهان این گونه انسان ها پوشیده شود، تا که بدانند که میدان از آنها نیست. آنها نمیتوانند همه را شرمنده کنند، آنها نمیتوانند در آبروی دیگران گپ زنند. یا اینکه مسئله های دیگری خانوادگی هم، مثلا درباره طعنه کردن خیلی زیاد در عائله ها می شود که همسرم مرا زیاد طعنه میکند یا شوهرم مرا زیاد طعنه میکند یا برعکس. البته که در اینجا می شود که او را هم طعنه کرد. اگر مشکلی تو با مادر من است، مشکلی من هم می شود با مادر تو. مشکلی تو با برادر من است، مشکلی من هم، یعنی من هم میتوانم مثل تو باشم، من هم میتوانم عیناً مثل تو سخنها یا طعنه‌هایی که میکنی گفته باشم. پس حدودت را تو هم رعایت کن تا من رعایت کنم. اما مسئله هایی که مسئله کوچک است، خیلی علل خصوص مسئله های عائلوی یا بین دوستان که انسان در حیاتش یک بار خطا میکند، 2 بار خطا میکند، یا بعضی حالت های میشود که ندانسته هم خطا کرده میروید و شما اصلا مقصدی اذیت رسانیدن به نفر مقابلتون هستید، به خبر گفته موندید یا در روی غضب گفته موندید. البته در این وقت
بخشیدن دیگران و بخشیده دیگران را ببخشید گناه دیگران را کاملا فراموش کردن، این از صفت بزرگان، از صفت محسنین، از صفت متقیان می باشد. لیکن چه خیلی که گفتم یک نفر از حد گذشت یا اینکه میدانید که بخشش شما بر دوام به ظلم اون کمک کرده ایستاده است و این نفر دیگر عادت کرد به بخشیده شدن، دیگر عادت کرد به گذشت مردم و هر چیز زیاد ستمش زیاد می شود، خود در مسئله خانوادگی باشد، خواه با همسایه باشد، حتی بین شاگرد باشد، حتی بین فرزند و پدر مادر باشد، هم در این وقت حتما باید حد و حدود رعایت کرده شود و گفته شود که نه همیشه تو بخشیده می شوی و نه همیشه می توانی حدودها یا مرزها رو عبور کنی. و بعضی ها درباره پدر و مادر هم عزیزان این مسئله درباره اینکه نباید همیشه بخشیده می شود. بعضیا میگویند همیشه کمکی که مثلا میکنم پدرم به عرق خوردن یا الکل نوشیدن استفاده میکنند و من اگر ندادم خفه میشود و قهری میشود و من باز به او رحم میکنم و باز پول میدهم، باز میرود و به گناه صرف میکند و من همیشه با مهربانی با او صحبت میکنم، در حالی که اون انسان در گناه بر دوام است و ضررش هم به خود عائله رسیده ایستاده است. البته در اینجا هم هرگز نه عاق میشود نه گناهگار میشود اگر فرزند کمی درشتر مناسبت کند و گوید من دیگر یگان تینه به شما نمیدیم چون به گناه استفاده میکنید و هرگز یک مدت خودم را از شما دور میکنم برای آنکه دلخون شدم و بدانید که از این کار شما من دیگر خفه شدم و این را اگرچه پدر و مادر باشد هم درک کند. و درباره عفو پیامبر صلی الله علیه و سلم، بخشیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه از مشرکین مکه پس از آن اذیتی که پیامبر را داده بودند، چه بعضی از صحابه ها که و بعضی از خطا دست زده بودن، خیلی قصه ها زیاد است. اما درباره اینکه مدت پیامبر برای اصلاح شدن یک چند نفر آنها را نبخشیدن، قصه البته مشهوری سه صحابی کعب ابن مالک و میراره ابن ربیع و هلال ابن ابی امیه هست که این سه نفر وقتی از مسلمان ها خودشان را کنار گرفته از یکی از غزوه ها عقیب میمونند و همراه پیامبر نمیروند، پیامبر صلی الله علیه و سلم با این سه نفر مدت صحبت نمیکنند، دیگر صحابگان هم صحبت نمیکنند و حتی به همسران اینها پیامبر امر میکنند که از این سه نفری که اینقدر به گناه کبیره دست زدند و سخنی پیامبرشان را گوش نکردند شما دوری کنید، تا اینکه آیت های سوره توبه نازل می شود که این سه نفر دیگر پشیمان شدند، حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با آن همه وسیعیش برایشان تنگ شد، دیگر پروردگار آنها را بخشید. بعد از همین آیت پیامبر با اینها صحبت میکنند و دیگر صحابگان صحبت میکنند تا اینکه بخشیده شدن این سه نفر سبب نشود که دیگران هم هر وقتی که خواستند از سخن پیامبر برایند و با همراه مسلمان ها دست جمعانه نباشند. بخشش اینها تا نزدیکی 2 ماه دوام میدهد، تا 2 ماه با اینها هم پیامبر هم دیگر صحابگان هم حتی زن و فرزندانشان عذر اینها را قبول نمی کنند و با اینها صحبت نمی کنند، که البته خیلی یک قصه جالب ولی کمی دور و دراز است که در یکی از موضوعها شاید با هم صحبت کنیم. پس خواه در مسئله هایی که بین ما و بین یگان خویش و تبار خودمون باشد، دوست خودمون باشد، همکار خودمون باشد، باید این حدود رعایت کرده شود. در ما هم بخشیدن است و هم قصاص گرفتن است. هم درباره قصاص آیت قرآن کریم است، هم درباره عفو گذشت کردن. پس شدت یعنی تندی و ملایمی یا گفتیم نرمی و تندی، این دو چیز در انسان وقتی هست او میتواند نه به خود ظلم کند نه به دیگران ظلم کند. من از حد بخشاینده هستم، من از حد رحم دل هستم گویان تا اندازه نآیم که چگونه که گفتیم دهان بدگویان بازتر شود و دست و پای زورگویان درازتر شود و ستم ستمگران باز هم از حد افزاید و آنها دیگر خود را فکر کنند که همه چیز برایشان جایز است و نه تا
اندازه بخشش خود را برای خود جمع کنیم و بخیلی در اوف کنیم که کسی از ما توقعی بخشیده شدن را نداشته باشد و کسی از ما هرگز اعتذار یا معذرت خواهی هم نکند. این دو چیز هم در زن، هم در شوهر، هم در پدر و مادر، هم در مربی و استاد و البته که در هر نفری که صاحب رعیه هست و زیر دستان دیگر دارد باید دیده شود تا اینکه به اصلاح برد جامعه و مردم بدانند که با کدام طرف کار داشته ایستادند. وقتی یک نفر فهمید که همیشه انسان غضبی هستیم و هرگز ما غضب خود را کنترل کرده نمیتوانیم، مثل سوزن یک اشتباه دیگران را قبول نداریم، همه از ترس ما به اطراف میگریزند و کسی به ما نزدیکی نمیکند. برعکس این، وقتی مردم میدونند که ما همیشه مهربان هستیم، همیشه دیگران را میبخشیم و هر کس هر کار کند هم غضب ما نمی آید، با یک تبسم جواب میدهیم و گویا که ما ثواب کرده استادیم، دیگر ببخشید هر احمق هم میتواند بالای ما ظلم کند. و حتی امام شافعی میگویند بدانید که وقتی شما رو به غضب آوردند، مرز شما رو عبور کردند و شما غضب نکرده آرام استادید، این صفت خری می باشد. خری که دیگر به یگان چیز از شعور ندارد و به شعورانه سرش رو خم کرده کارش رو دوام کرده میگیرد. نباید این صفت در شما باشد. باید مردم بداند که حد و حدود داریم و آن حد و حدود ما رو نباید هر نفری که میخواهد به یگان ترس، اون هم تکیه به محبت ما، به حلیمی ما، با رحمت ما کرده عبور کردن گیرد تا جایی که دیگر حتی بسری ما آمده زنن هم دم نزنیم و آرام باشیم. و این بود عزیزان موضوع امروزه و الان به گمانم سوال ها هست، به سوال ها جواب میدیم و اگر که شد باز موضوع را با هم با صحبت دوام میدیم و میگذاریم به قسم سوال ها. سوال یکم: عاق پدر شدگی وقتی پدرش فرزندش را عفو نکرده میمیرد چگونه عفو را دریاب میکند؟ پیش از همه نفرانی که عاق پدر میشوند، عاق پدر چگونه میشود این را بدانیم. نه هر یک نفر، هر کسی که پدرش یا مادرش او را عاق گفت و عاق میشود. معنای عاق اذیت دادن پدر و مادر، آن هم در غیر گناه می باشد. یعنی اگر پدر و مادر فرزند را به گناه امر کرد، به ظلم امر کرد، مثل همسرت را طلاق ده، به فرزندانت نفقه نکن، با عمت قهر شو و از این چیزها، اگر فرزند سخن آنها را گوش نکند هم هرگز در اینجا عاق نمی شود، اگرچه پدر و مادر عاق کردم گوید. برای آنکه یکی از خواهران بود میپرسد که میگوید مادرم به من میگوید اگر تو با پدرت که مرا پیشتر طلاق داده بود رفت و آمد کردی تو عاق هستی. آیا من به پدر خود سلام دهم، به خانه اش روم و با زن و همسر پدرم رفت و آمد کنم عاق میشوم یا نه؟ هرگز عاق نمیشوید، برای آنکه اینجا به معصیت مادر دعوت کرده ایستاده است. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اما اگر کسی پدر و مادرش را در حقیقت اذیت رسانید، او رو خفه کرد، اون هم به سبب همسرش باشد، به سبب کمک نکردن چیزی دیگر، چگونه رضاگی پدر و مادرش رو بعد از وفات پیدا میکند؟ در این باره یگانه چیزی که توصیه کرده میتوانیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که میگویند اگر بعد از مرگ پدرت به اون نیکی کردنی باشی، تو با خویش و تبار او رفت و آمد کن یا با دوستان او رفت و آمد کن، که حتی عبدالله ابن عمر لباسهای خود را، لباسهای گرانبهای خود را کشیده به اعرابی یا بادیه‌نشین پوشانیده بودند و گفته بودند که این دوست پدرم بود، من میخواهم به همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره رفت و آمد با رفقای پدر و مادر گفتند نائل شوم. پس یگانه کاری که میکنید رفت و آمد کردن با خویش و تبار پدر و عمل صالح کرده به ارواح آنها بخشیدن و دعا کردن به پروردگار که گناه شما را بخشد و شاید که در روز قیامت دیگر چگونه که حتی گوسفند بیشاخ از گوسفند شاخدار قصاص میگیرد روبرو شوید و شاید در آنجا الکی پدر حلال کند. اما پس از مرگش دیگر فرصت رفته است. برای همین عزیزان، مادامی که پدر و مادر زنده هستند، هر نیکی که از دستتان می آید آن را کنید. برای آنکه خیلی زیاد هستند آنهایی که پس از مرگ پدر و مادر میگویند کاش من این را میکردم، کاش آن را میکردم. نباید از جمله این کاش گویان باشیم و در زندگی
فرصت رو غنیمت دانسته به هر راه آنها رو خرسند کنیم و البته نه به راهی که آنها به گناه دعوت کنند تا اینکه پشیمان نشویم. و اینجا سوال دیگر، اگر همسر خیانت کرده باشد، عهد کرده باشد که هیچگاه نمیبخشش و عهد کرده باشی که هیچگاه نمیبخشش و بدون نام گرفتن تعداد طلاقش را دادی، بعد همسرت بسیار خواهش کرد که او را عفو کنی، آیا می شود عفو کرد؟ البته که همیشه می شود عفو کرد اگر او پشیمان باشد. خیلی که گفتیم و من عفا و اصلح، اگر اون نفر اصلاح شده باشد و اصلاح یک نفر رو می شود مدت او را از او جدا زندگی کرده، از سلوکهایش یا پیگیری کرده فهمید. و اگر 100% انسان دانست که آن انسان خطا کرد و از خطای خود پشیمان است و این کار را دیگر یگان بار تکرار نکرده بود و تکرار نکرد هم، می شود او را عفو کرد. و مادامی که عدد طلاق را نگرفته و فقط طلاقش دادم گفتید، البته اینجا فقط یک طلاق می افتد که اگر 3 ماه یعنی مدت گذشتن یک عده با هم آشتی نکرده باشند، از نو نکاح نو میکنند با مهر نو، با رضاگی ولی و عروس از نو نکاح بسته می شود. اما 3 ماه نگذشته باشد، بعد از یکم طلاق یا دوم طلاق به نکاح هم زندگی را دوام داده می شود. عفو می شود همیشه. حتی در مسئله قصاص در قرآن کریم مثلا یک نفر را کشت، در اینجا یک و یک باره کشته نمی شود مگر اینکه کل اولیای آن مقتول نفری کشته شده اتفاق کنند که ما قصاص میگیریم. اگر آنها گفتند که نه من دیه ام را میگیرم، او را نکشید، دیه را دهید، یا اینکه ما صلح کردیم ما او را بخشیدیم، و این هم حق دارند. نه همیشه 100% باید از آن نفر قصاص گرفت یا یک نفر را نبخشید مادامی که آن طرف دیگر پشیمان است و شما از این آگاه هستید. البته شانسی دوم بار دادن یا اینکه به یک نفر بار دیگر شانس دادن که زندگی را دوام دهیم، در اینجا شاید که در زندگیتان باز بهتر باشد و اگر فرزند داشته باشید فرزندها در اینجا به پدر و مادر نماند. سوال دیگر، همین نفری که به خاطر صله رحم نمیتوانی قطعیش قهری شوی اما رفتار و کردارش به دلت زده است، دائم پرابلم میسازد، دائم در عائله جنگ و خرخشه تشکیل میکند و حقارت‌هایش برکش ندارد. اگر به این نفر قهری شوی، آشتی شدن و بخشیدن چی فایده؟ پیش از همه در مسئله خویش و تبار چی کار کنیم که با خویش و تبار قهری شده نمی شود؟ گاهی می شود که شما یک نفر را نمی بخشید اما سلام علیکتان در جایش است، رفت و آمدتان در جایش هست. اون نفر اصلا نفری نیست که بخشیده شود و کارهای دارد که تحمل کرده نمی شود، یعنی تمام مرزهای اخلاقی را عبور کرده است. با اون نفر حتی به گفت خودمان سر چای هم نشسته نمی شود که یا با دشنام یا با یگان فعل بدش دیگران را می آزارد. اما سلام علیک در جایش، بیمار شد از احوالش خبر میگیرید، محتاج شد در غیر گناه کمکش میکنید، اما مسافه را نگه میدارید که تا اندازه با تو من در ببخشید کمی اینترنت ما مشکل پیدا کرد، تا اندازه با تو من رفت و آمد دارم اما همین کارهایت را من تحمل نمی کنم، به خاطر همین کارهایت من با تو همیشه نمیتوانم مناسبت داشته باشم. پس گاهی می شود که یک نفر برای اون که خویش و تبار ما هست، از او کاملا ما کنده نمیتوانیم مناسبت ها را، ولیکن معامله را با او بردوام نگه میداریم و رفت و آمد را با او بردوام نگه میداریم. لیکن قهری شدن با خویش و تبار خود این قطع کردن صله رحم می باشد. لیکن چه خیلی که گفتم با او تا حدود در مناسبت میشوید که من این کارهای تو را قبول ندارم، به خاطر خویش و تبار با تو قهری نمیشوم و دیگر صله رحم را با تو نگاه میدارم. اینجا سوال دیگر، یک نفر با خودت هیچ مشکل ندارد، خیلی احترامت میکند اما دشمنی با دین دارد، با این خیلی شخص چگونه باید مناسبت کرد؟ وقتی یک نفر با شما دشمنی در دین دارد، پیش از همه بدونید که آن نفر خویش و تبار ما هست یا یگان نفری عادی هست. اگر خویش و تبار باشد
با این کاری که میکند با او صله رحم را برقرار داشتن حتمی است. اگرچه خویش و تبار مسلمان نباشد هم، اگرچه کافر باشد هم، خویش و تبار باید صله رحم با آنها در یک جا باشد، مگر اینکه آن نفر از حد گذرانید و به شما ضررهای جدی رسانید. در این وقت به خاطر از عذاب او یا گفتیم از اذیت او خلاص شدن با او رفت و آمد نمیکنید. لیکن در غیر این، اگر آن نفر دوستی شما هست و اما با دین دشمنی دارد، با او دوستی کردن این به مسائل ولا و برا می درآید، به مسائل عقیدوی می درآید که پروردگار میگوید هرگز برای مؤمنان جایز نیست که برای خود دوست گیرند نفران کفار را، نفرانی که با دین الله دشمنی دارند. در این وقت با آنها نمی شود دوستی را بردوام کرد. پس کسی که دشمنی با دین دارد، آیا دوست عادی یک نفر بیگانه است یا یگان خویش و تبار است؟ بین این دو چیز باید فرق کرد. اگر خویش و تبار است، با این کاری که میکند ضدیت نشان میدهد، اما خویش و تباری در جایش می ایستد. اگر دوست هست، البته که باید از این گونه انسان ها دور شد و جدا شد. سوال دیگر. من قاتل پدرم در سال 1993 را می دانم. این قاتل پدرم وقتی پدرم را کشت، ما را امکیم به افغانستان برد. این قاتل خانه ما و خانه امکیم را از آن خودش کرد. وقتی ما از هجرت برگشتیم، این قاتل کماندیر الکی کلان شونده بود. ما نتوانستیم خانه امان را باز پس گیریم. همیشه تشنه قصاص هستم. حالا این قاتل سن و سالش به 80 رسیده است. من چیکار کنم؟ البته که اکنون که چندین سال گذشته است، نمیتوانیم گوید قصاص گیریم. برای آنکه بدانید که برای قصاص گرفتن از قاتل هم اینجا باید حکم قاضی باشد و از روی شریعت هر یک نفر از پیش خودش رفته قصاص گرفته نمیتواند. طرز قصاص گرفتن را خود قاضی معین میکند که در ما متاسفانه این حکم ها وجود ندارد. در اینجا یگانه چیزی که میگویم مثل اینکه خود پیامبران و هر نفری که مظلوم است و از دستش چیزی نمی آمد، انی مغلوب فانتصر گویان دعا میکرد. دعا کنید که خود پروردگار قصاص شما را گیرد و بدانید که آن حقی که از شما گرفته است، اون نه در حیات نه در آخرت نمیماند. یعنی شما خواه نخواه حق به حقدار میرسد، اما رفتن و یک نفر را کشتن و خودتون را به بلا گرفتار کردن، اون هم پس از یک چند سال و با یک پیرمرد 80 ساله، البته که توصیه نمی کنم. سوال دیگر. سال گذشته یک بچه پرکرور دختری 13 ساله ام را با ماشین زد. بعد 4 ماهش دخترم وفات کرد. سببش انیق بود که اثر ماشین زدگی بود. عضوهای درونیش لط خورده بودند. وقتی خواستم شکایت کنم، پرکرور فهمید پسرش را گریزان. با این هم قناعت نکرده، شوهرم را با قاچاق مواد مخدر گناه کرده به زندان شناند. آشکارا به خودم گفت زونکت گرفته میشینی، یعنی زبانت رو این روز به سرت نمی آمد. از علم خوبم نمی برد. همین خیل پرازیت ها رو چی خیل می بخشش. البته که من برای بخشیدن این گونه انسان ها کسی را توصیه هم نمی کنم، شما را هم توصیه نمی کنم. هرگز نبخشید و شب و روز برایش دعا کنید که هر چیزی که بالای شما آمد بگذار بالای او هم بیاید و بدانید که دعای مظلوم اجابت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اتقوا دعوت المظلوم، شما از دعای نفران مظلوم بترسید. فانه لیس بینه و بین الله ترجمان، هرگز بین او و پروردگار ترجمانی نیست، پرده نیست، چیزی نیست. دعایش راست به پروردگار میرسد و اجابت میکند. البته در حقش دعا کنید که بگذار او هم مرگ فرزند را ببیند، او هم هر چیزی که شما میکشید آن را بکشد. ولی چیکار کنیم که در کشوری هستیم که این گونه ظلمی که به شما روا دیدن، اون هم نامردان دیگر کور و خرهایی که نه میشنون نه حس دارن، نه حس مادری و پدری و این چیز عموما از آنها رفته است، خیلی زیاد است. یک قصه شما نه، هزار و یک قصه پر از درد و غم است که شکایت ما یگانه به الله هست و جز پروردگار دیگه کسی نیست که شکایت مردم مظلوم تاجیکستان را بشنود و جز این صداهایی که از اینترنت و دیگر از شبکه ها میبراید. لیکن
کو گوشی شنوا که این را شنود و کسی اصلاح شود. لیکن هرگز نمیگویم این گونه انسان را ببخشید تا تمام عمر از پروردگار طلب کنید که حق شما را خودش ستاند. سلام علیکم و رحمت الله. معلمه عزیز، اگر اکا سالهای دراز خواهران خود را سالهای دراز سراغ و زنگ نزند با وجود پدر نداشتنشان، در پیش الله چی انتظار باشد آن نفر؟ پیش از همه درباره قاطع الرحیم از گناه‌های کبیره در شریعت صله رحم را پاره کردن است که در این باره یک موضوع کامل داشتیم. لیکن این را بدانید که اگر برادر به شما زنگ نمیزند، این معنیش نیست که شما هم به او زنگ نزنید. به خاطر او صله رحم را پاره کردنش و رابطه اش را با پروردگار هم پاره کردن که در این باره حدیث است در صحیح بخاری که هر کسی که صله رحم را پیوست میکند، پروردگار در پیوستی با او از هر کسی که صله رحم را پاره میکند، پروردگار هم او را رابطه‌اش را از او کنده میکند. این انسان گناهش در جایش، لیکن دیگر خواهرها باید به او زنگ زنند. اگر زنگ را نمیبردارد، به همسرش، به فرزندش، یعنی لیس الواصل بمکافی، هرگز من صله رحم را برقرار میکنم، معنیش این است که اگر او با من زنگ زد و با من رفت و آمد کرد، من رفت و آمد کنم، بلکه کسی که از شما قطع کرد، شما باید با او پیوست باشید. برای همین او گناهش در جایش هست، او به گناه کبیره داخل شده است و نعوذ بالله حتی به جنت داخل نشدن این گونه انسان ها لا يدخل الجنه قاطع آمدگی هست. لیکن شما باید صله رحمتانه پیوست کنید. او زنگ نزند، خواهرها باید به او زنگ زنند. برای اینکه بعضی انسان هایی هستند که تمام عمر زنگ نمیزنند، تمام عمر از اهل پیوندان خود خبر نمیگیرند. در این وقت ما باید از آنها خبر گیریم، ما باید این رابطه ها را برقرار کنیم. درباره فرانت خلقی و این چیزها سوال آمدگی است عزیزان. نمیخوام به این موضوعها درایم، برای آنکه راستی خودم هم در آن مسئله خیلی کم سواد و بی تجربه هستم و اساساً برنامه اویلوی می باشد. و درباره افهای حکومتی یا چیزهای دیگری که می شود در این باره بیاید من داخل نشوم، برای اینکه خیلی برنامه ها در این باره زیاد است، اما برنامه های اخلاقی، تربیوی و اسلامی در شبکه های یوتیوب خیلی کم هستند، باشند هم تماشابینی خیلی کم دارند. برای همین باید از موضوع بیرون نشویم و من هم از اون چیزی که سوادی کافی ندارم درباره صحبت کرده مبادا به اشتباهی راه ندهم. پس بیاید خلاصه گیری کنیم درباره موضوع امروزه. درباره گفتیم حد و حدود بخشش، که عفو و بخشش هم حد و حدود خود را دارد، مرز خود را دارد، از حد نگذرانیم. علل خصوص بسیار نفرهایی که از ضعیفی خود، از مظلومی خود شکایت میکنند در مسئله های اویلوی، در مسئله های فردی و حکومت، که دیگر ما عموما گفتیم نفرانی که در تاجیکستان هستند و مظلوم هستند و آنها یگان حول و قوتشان است، دیگر هیچ کار کرده نمیتوانند به جز دعا. اما نفرانی که در مسئله ها میگویند من همیشه در بین کارگران خود هم طوری با من مناسبت میکنند که گویا من از همه پایانتر باشم و کسی مرا احترام نمیکند و خیلی زیاد به حدود من تجاوز میکنند و خیلی زیاد مثلا چیزهایی که نباید به من گویند میگویند. یا در مسئله اویلوی هم بعضیا میگویند خویش و تبانم با من طور مناسبت میکنند، طور شوخی های بی‌زیب میکنند. یا بعضی زنها خیلی که گفتم شوهرم این گونه مناسبت های بعضی قبیح دارد و من همیشه میبخشم. عزیزان نباید همیشه بخشیم، نباید همیشه به دیگران ما شانس دهیم که در خطاگیشان آنها جرأت پیدا کردن گیرند و از بخشش ما سوء استفاده کنند و گمان کنند که همه کار بخشیده می شود، همه کار دیگر حد و حدود ندارد. اما برعکس این هم نباید چنان غلیظ القلب باشیم که دیگر هر خطاگی که کرد کسی از ما امیدی مغفرت و معذرت نکند و از ما گریخته همیشه گردد که این انسان هرگز مرا نبخشید، این انسان هر جای مرا پیدا کرد انتقام میگیرد. اما به هر چیزی که هم باشد بدانیم که مؤمن همیشه باید صاحب فراست باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از فراست مؤمنان بترسید چون آنها از نور پروردگار میگویند. یعنی انسانی که در حقیقت رابطه اش با پروردگار قوی است تا اندازه صاحب فراست می شود که انسان ها را می شناسد و باید ما خودمون بشناسیم نفری که رو برای ما معذرت خواهی کرده ایستاده است تا چه اندازه در معذرت خواهی خود صادق است،
تا چه اندازه دروغ میگوید. آیا در حقیقت پشیمان است و به این خطا که دیگر بر نمیگردد، یا اینکه دروغ میگوید و اصلا این انسان با معذرت خواهی و با خود احساسات ما دارد بازی میکند، گشته و برگشته این خطاگی خود را تکرار کردن میگیرد که در اینجا باید کمی شدیداً به او تنبیه داد و گفته شد که مثل تو هم میتوانم مرزها رو عبور کنم و بلای بالای سرت بیارم که بشناسی که دیگر من که هستم و نباید تا این اندازه با من در مسئله های مثلا از زیر پا کردن ناموس یا مسئله های مالی باشد چیزهای دیگر تا این اندازه سبکگیری کنی و یا خود نااحترامی کرد. برای همین پس مسئله ما این است که کمی در بعضی حالت ها باید درشتر شد و در بعضی حالت ها نرمی را، و این دو چیز، نرمی، درشتی، بخشیدن و این چنین قصاص گرفتن حتما باید در یک انسان باشد تا اینکه او تواند نه به دیگران ظلم کند، نه خودش ظلم بیند و نه قدر او پایمال شود. این بود برنامه امروزه ما و انشاءالله در روز جمعه دیگر با هم باز در برنامه آستانه هستیم. تا آن روز در پناه پروردگار باشید و انشاءالله که روز دوشنبه هم در ما برنامه ترازوی عمل است که اساساً از مسئله هایی که اقتصادی هست یا هر مسئله های نوید هایی هست که مردم درباره حکم شرعیش اساساً خیلی در گمان میمانند و چه خیلی باشد گویان فکر میکنند با هم صحبت میکنیم. تا آن دم با اینکه با ما بودید و در برنامه اشتراک کردید یا بعداً اشتراک میکنید و گوش میکنید از شمایان سپاسگزاریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.